سریع برم سر اصل مطلب، اصلا حاشیه نرم، هیچ چیز متفرقه نگم، کسچر نگم دیگه. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت. چجوری شد که ما تصمیم گرفتیم که یوتیوبر شیم؟ البته یک ماه و خورده‌ای بود تو مخم بود، ولی خب تصمیمشو بالاخره گرفتیم دیگه بعد مدت‌ها. و به سرم زد که چیکار کنم با هزینه خیلی کم من استودیو یوتیوبمو بسازم و همین که فشار از لحاظ مالی بهم نیاد، همین که یه استارت قوی زده باشم. حداقل یه سری سفارشات دادیم چیان واقعا به مشورت چند تا از رفیقام این کارا رو کردن، اینا رو سفارش دادن. خیلی هم علاق شدم سرشون. مثلا سر این میکروفونه من فکر کنم نزدیک 1 ماه کامل علاق شدم. آخه این درست خدایی شده بودم. حالا تایپ سی اومد، کاری نداریم بهشون که هیچی دیگه. بریم سراغ آنباکس رو ببینیم چه گویی خوردیم تا الان و قراره چه گویی بخوریم. 2000 years later. دونه دونه بریم آنباکس کنیم و باز کنیم چیزا رو، بسته رو، تا هیچی دیگه. بقیه‌اش دارم کس میگم اصلا، معلومه نه؟ واقعا شعور در وجودت وجود نداره. نداره. این وسط من یه قابم برای رفیقم سفارش دادم. خای مال اصلا رحم نکنید تو موقع آنباکس، اصلا براتون مهم نباشه که باز شد دیگه، بی‌ناموس. این براتون مهم نباشه که چی توشه چی توش نیست. خیلی وحشی طور کسخلم من دیگه. اینو باز میکنم، یعنی کسخل رو از رو من ساختن. کسخل مصدریه، یعنی اول من بودم بعد مثلا کسخل به وجود اومده. مسخره بازیه چیه این که دیگه به قیچی نیازه. گفتم این خوبی وحشی بودن خودتون همیشه حفظ کنید. خب بریم برای آنباکس. آوردیمش دستتون ما. خب اولین سفارشمون K9، یه میکروفون یقه بیسیم. بریم باز کنیم ببینیم چی توشه دیگه. انگار ریدن برامون مثلا توش. بچه یه میکروفون خیلی گوگولیه این بغل، خیلی ظاهر شیک و تر و تمیزی داره به نظر عسل لامصب عسل. من نمیدونم، باید بریم تستش کنیم. البته این کیفیت صدامو الان که میکروفون ندارم، کیفیت صدامو الان و بعد از اینکه میکروفون رو زدم حواستون باشه بهش دیگه. یه دونه پورت این شکلی داره و خود میکروفون برمیش اینجا خراب نشه. یه دونه چیزی دیگه هم تو باکسش هیچی نیست، این خالیه. یه دونه از اینا، این بیلک ها که نمیدونم چیه، بریم باز کنیم. اوه شارژره. بمون دیگه، خواهش میکنم تو رو خدا. نه من بدجازم، گفتم که گاوم یه ذره این بری سر جاش. و این جبه یه سری طرح چوبیه، یه سری استیکر چوبیه که میخوره این پشت. و راجع به این پشت چیزی بهتون بگم؟ نه نمیشه. ما یه رنگ 5 لیتری گرفتیم اگه اشتباه نکنم، 5 لیتر، واقعا 5 لیتر. و اون حالا شخصی که ما ازش خریدیم گفت این 5 لیتر برای کل اتاق کافیه. و من و یکی از دوستان 5 لیتر رو فقط زدیم تو این. یعنی همین همش رفت تو این دیگه. تازه بلد نبودیم کار کنیم دیگه، اشتباهش تو این. یه سری استیکر چوبیه. آها اینم بگم، ما یه دونه میکروفون اونجا داریم، یه دونه سه‌پایه که زیر دوربینه و برای شروع کارتون واقعا کافیه همین. بیشتر از این هم حس نمی‌کنم نیاز باشه. حالا آخر کار بهتون میگم که از یه اتاق
حالا نسبتاً داغون رسیدیم به یه اتاقی که میشه توش ویدیو رکورد کرد و به نظرم خیلی هم خوب میشه. اون چیزی که تو ذهن منه البته. بریم اینم باز کنیم. یه سری استیکر چوبیه، حالا طرح بزرگش طرح بزرگ چه کس سایز بزرگش سفارش دادیم. بریم ببینیم چیکار کردیم دیگه. این دیجیکالا چیکار کرده. امیدوارم که سرمون چیز نکرده، پولامو نخورده باشه. بیا بخورش بیا. دارم کارتونو میبرم. دیگه داره اصلا خوب میکنه. باز شد. حالا این 2000 years later. من خیلی گرمم شد، مجبور شدم برم پنجره دیدی چه کسچری گفت؟ تو نمیتونی درست حرف بزنی بعد اومدی یوتیوبر شی؟ گاوی؟ چیکار کنم؟ بریم ببینیم چی داریم. خب یه سری چرت و پرت، واقعا چرت و پرت، ولی به کارتون میاد، خدای کار نداره. این طرح بزرگ است بچه‌ها. این طرح بزرگ است که خیلی هم تو کامنت ها گفتن چیزه ظریف و نحیفه. بریم ببینیم چیه دیگه. یه دونه استیکر چوبی بزرگه، این پشت میخوره بچه‌ها. نظر عاشق بسته‌بندی دیجیکالا. یه دونه استیکر چوبی فکر کنم این بتمن باشه. یه دونه استیکر چوبی بتمن خیلی خفنه و نه این چیزه پانیبو چیه؟ من پانیبو سفارش ندادم. یعنی سفارشام اینجوری بود، مخصوصا راجع به این میکروفونه. واقعا جدی میگم بچه‌ها، مخصوصا راجع به این. یعنی من میرفتم تو دیجیکالا هر محصولی که زیرش فوش نوشته بودن، دریوری نوشته بودن و میگفتن این محصول به درد نمیخوره، آشغاله، دقیقاً میرفتم همونو میخریدم. یعنی خود خری، نه اینکه مثل خری. اصلا مصدری، معنی مصدری میده. خر بودن تویی. این پاندا است. یه دونه پانداه، یه دونه بتمنه، اون نمیدونم دیگه چی. بذار اینا رو بذارم پایین و لاشه اینو نزدیک بود دوربین بیفته. پشمام. استیکر اول لیوان، یه دونه از این استار باکس توری هست بکن. طبق معمول وحشی باشی. ولی خب کیفیت هم چنانی نداره دیگه. میگم بهتون دونه دونه قیمتاشون هم بهتون میگم. اون میکروفونه فکر کنم 470، این استیکر چوبی بزرگه 100 خورده‌ای، اینا هم دونه فکر کنم 60 70. اون سه پایه‌ای هم که زیر دوربینه اگر اشتباه نکنم 200 خورده یا 180 یا 230 نمیدونم. خب حالا میخوام بریم بذاریم میکروفونم وصل کنم که صدامو قبل و بعدش و این تفاوتش رو حس کنید. خب بچه‌ها من الان میکروفون رو وصل کردم و الان باید کیفیت صدای خیلی بهتری داشته باشید از من نسبت به قبل از این. خب آره دیگه معلومه، با میکروفون وصل کردی. چقدر گاوی تو. با خودم درگیرم، چیزی نیست. خوبی این میکروفون اینه که قیمت مناسبی داره حداقل و واقعا لایق اون همه هیتی که زیر اون پستای دیجیکالا میدادید بهش نیست. خدایی صدای اطرافو کم میکنه براتون وقتی میخواید حالا ویدیو بگیرین، نویز کم میشه، اصلا خیلی خفنه به نظرم. با این قیمت چیز مناسبی. گزینه بعدیمون یه پاندای خیلی گوگلیه، اصلا انقدر بامزه است نمیدونم چی بگم. گودو برو بلند شو تخم سگ. خجالت بکش. خجالت بکش تخم سگ. خیلی بامزه است خدایی. اینجوریه بچه‌ها. خب این رو پایینه، یعنی داره میفته، حس میکنم. نمیدونم شاید هم اینجوری باشه ولی قاعدتا باید اینجوری باشه. این از دومین طرحمون. خب
اینا رو بریزم این بر دقت نکنید این چیزه چسباشو بذاریم اینجا گم نشه چون فقط همینا رو داریم. تلفن هر تیکشو که باز میکنی یه چیزی از وسطش میزنه بیرون. با احتیاط از طرفین باز. چشم چون شما گفتی ما با احتیاط باز ما گاویم نمیفهمیم. ببخشید. آره دیگه این فکر کنم بتمنه باشه. مثلا انقدر شیک بسته بندی میکنه دیجیکال. دیوونه یه دیجیکالام من. این مهم نیست دیگه بندازیم هر طرفی که. خب بچه اینا انقدر نازکن دیگه واقعا کارتون نبود که بپیچید لای این. واو حاجی خیلی خفنه خدای خفنه. بره اونور. خدای خفنه طرح بتمنش. دوست داشتم. اینو فکر کنم 20 تومن یا 30 تومن گرفتم. ببین خیلی طرح میده وقتی بشینه رو دیوار خیلی جواب میده. اینجوری نگاش نکنید فقط. اینم گزینه بعدی. و اصل کاریمون طرح اصلی که قراره بخوره پشت سرمون همینه. حس میکنم. اوه شت. چجوری باز کنم آخه؟ آها این بره بچه ببخشید. معذرت من گاهم گفتم. اوه باریکلا. نه چیز همونیه که دقیقا دیدم و واقعا بعضی وقتا ما بی‌انصاف عجیبه واقعا عجیبه. خیلی هیتای عجیب غریب. آخه نسبت به قیمتش مثلا با 100 خورده ای شما چی میتونین بگیرین؟ بچه این یکی از شاخاشه. اینم شاخ دومشه. یه چیزی کی تو باجناقه؟ یه چیز اینجوری میشه این شاخاش و اون فیس اصلیش اینجوری میخوابه زیرش. چی گفت؟ میخوابه زیرش. چی گفت؟ که حرف قشنگی نیست ولی این تره است. به تخمم اینم داداشمه به تخم اونم هست. این میخوابه شاخا میان این ور اون ورش و حس میکنم خیلی قشنگ میشه. بچه‌ها بجز اینا یه سری طرحای دیگه هم هست. یه سری کارهای دیگه هم کردم. خب من مثلا اگه میخواستم سافت باکس بخرم دونه 1 تومن خیلی آشغالشه ها 1 تومن ولی خودم 2 تا دونه سافت باکس ساختم. شاید باورتون نشه ولی 2 تا سافت باکس خدای خفنم ساختم. حالا ویدیو اینا رو هم میگیرم و میگم چیکار کنید درست کنید. حتی نور مخفیایی که از پایین میخواد بخوره به دیوار همه رو خودم ساختم. خب نیاز نیست اونقدر هزینه کنید. واقعا باور کنید من کل این وسایلا رو با زیر 2 تومن جمع کردم. واقعا با زیر 2 تومن جمع کردم. حالا دونه دونه آخر ویدیو ریز بهتون میگم که چیکار کردیم چیکار نکردیم. بریم که وصلشون کنیم دیگه. ببینیم چه تری قراره بزنیم. تر زدم طبق من. خب بچه من که اینجا رو خلوت‌تر کردم که بفهمیم داریم چه غلطی میکنیم. طرح این میشه تقریبا این هنوز باز تموم نشده کلی کار داره. اینم گفتم بذارم اینجا که با سیستم کار میکنم حال کنم باشه دیگه. خب بچه‌ها سافت باکس ها رو هم آخر ویدیوشون رو میگیرم اضافه میکنم به ویدیو اصلی و بهتون میگم چجوری ساخته شدن. نور مخفی هم که بهتون گفتم اضافه میکنم و میگم در نتیجه آخر کارو با هم دیگه میبینیم. بچه‌ها این سافت باکس هایی که میبینین خب کاملا دستی ساخته شده. یعنی با کارتون اینا رو ساختم من. حالا طریقه ساختش رو بهتون میگم. و این نوری که داره اینجا میده و خیلی خفنه دیگه خدایی. و سافت باکس بعدی که اینجاست اینا همه دستی ساخته شدن ها. و کار هنوز تمام نشده با اینکه من دهنم سرویس شده تا اینا برسن تا کارامو انجام بدم و خیلی چیزای دیگه. پاره شدم. این باسن مبارکم مورد عنایت قرار گرفت. خدا بس دیگه
خسته شدیم دیگه. توسط همه این خورده کاریایی که انجام شد. خب وسط حالا این آنباکس و این چیزایی که حالا اینجا بک‌گراند درست کردیم، می‌خواستم یه چیز بهتون بگم. یه معذرت خواهی خیلی بزرگ بهتون بدهکارم. اگه نور خوب نیست، اگه صدا اونقدر خوب نیست، اگه بک‌گراند خفنی نداریم، اگر استودیو درجه یکی نیست، فقط سعی کردم با کمترین هزینه ممکن این استودیو رو سرپا کنم و بتونم یوتیوبمو شروع کنم. یعنی حداقل اگه یکی دیگه منو دید این انگیزه بشه براش و صرفا همه چیو پول نبینه و نگه چون من پول ندارم خب شروع نمی‌کنم، چون میکروفون خفن میخوام، چون نور درست حسابی میخوام. اینکه اگه کم و کاستی وجود داره دیگه به قلب بزرگ خودتون ببخشید ما رو. فقط انتظار داریم ازتون که حمایت کنید دیگه. آخه تخم سگ مگه تو کی هستی؟ حالا اگه دوست داشتید، اگه لطف کنید، اگه منت رو سر ما بذارید، اگه هم نه که بازم جاتون رو سر ماست. آقا خیلی مخلصیم. ارادت. دمتون گرم که تا اینجا با من بودین. خیلی دوستتون دارم، خیلی عاشقتونم. بوس به کله تک تکتون و اینکه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بچه‌ها این یه نکته رو اضافه کنم آخرش. من چون اولین ویدیومو دارم میگیرم خیلی نیاز دارم به حمایتتون. دریغ نکنید دیگه حمایتتون رو. نیاز داره آدم واقعا توی شروع کارش. یعنی هیچ جوره جز شما من نمیتونم این چنل رو بالا بیارم. واقعا نمیتونم بالا بیارم. شاید اون 10 ثانیه‌ای که شما میخواین ساب کنید اتفاقی براتون نیفته و نمیدونید که میدونید کل روز منو بسازین. کسی درست حسابی مثل این که گوش نمیکنه. شاید هم کل هفته منو بسازین. برای اول کار واقعا نیاز دارم به حمایتتون. خداحافظ.